سیاستمدار شناخته تاجیک رهبر قبلی حزب کمونیستی تاجیکستان شودی دولتویچ عبدالوف 19 اکتبر سال 2023 همگی 2 روز بعد 80 سالگیش در زادگاه خود شهر خورخ از عالم چشم پوشید. در این باره عظمت پسرش عبدالوف خبر داد. او گفته است پدرش بیمار بود. میراج عبداللهیف رئیس کنونی حزب کمونیست تاجیکستان نیز در گذشت رهبر سابق این حزب را تصدیق کرد و گفت شودی عبدالوف 8 ماه آخر بیمار بود. اما در این باره که شودی عبدالوف از چه بیماری رنج میکشید که علت مرگش شد چیزی گفته نشده است. شودی عبدالوف در حقیقت یکی از سیاستمداران برجسته تاجیکستان معاصر به شمار میرفت و از گفتن نظر خودش پیرامون مسائل داغ نمیترسید. برای همین روزگویی و روزکاریش او را در جامعه دوست می‌داشتند، احترام می‌کردند و در عین زمان در بالا چندان خوشش نداشتند. ستاره عبدالوف در آسمان سیاست تاجیکستان بعد انتخابات پارلمانی سال 2015 که حزب او بار اول در تاریخ خود نتوانست سده 5% را عبور کند و به پارلمان راه بیابد رو به سقوط آورد. ماه ایول سال 2016 در انجمن حزب کمونیست عبدالوف را از رئیسی گرفتند و گناهکارش هم کردند که با رهبران جمهوری مناسبت درست برپا کرده نتوانست و همین مناسبت‌های بدی او با حکومت باعث شد که کمونیست‌ها را به پارلمان راه ندادند. خود شودی عبدالوف برکناریش را تبادلات نامیده گفته بود که او را برای از رهبران اول گفتن حقیقت برکنار کردند. شودی عبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خورخ به دنیا آمده است. عبدالوف چندین سال در نیروگاه پامیر به حیث مهندس کار کرده نامزد علم‌های اقتصادی هم بود. او سال 1983-1985 در افغانستان به حیث مشاور ارشد کمیته مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی در کمیته مرکزی حزب خلقی دموکراتی که حزب حاکم وقت افغانستان بود کار کرده. بعد بازگشتش از سال 1985 تا 1989 کاتب یکم کمیته حزب کمونیستی در شهر خورخ بود. عبدالوف سال 1989 به دوشنبه آمد و تا سال 1991 در مقام مدیر شعبه صنعت و سپس کاتب ایدئولوژی کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان کار کرد. سال 1991 عبدالوف رئیس حزب کمونیستی انتخاب شد و تا سال 2016 در طول 25 سال یا چهارک عصر به این حزب رهبری کرد. عبدالوف همین طور از سال 1989 تا 2015 در طول 26 سال وکیل پارلمان تاجیکستان بود. تا سال 2000 وکیل شورای عالی و از سال 2000 تا 2015 وکیل مجلس نمایندگان.